هلو، من خشم شدم. چطوری بچه ها؟ من دانیال هستم و همراه خواهرم دلسا اینجا ویدیو میزنیم که اوقات خوشی داشته باشیم کنار هم دیگه. سال نو رو با تأخیر خیلی زیاد به همگی تبریک میگم. سال نو رو خیلی پرقدرت شروع کردیم. همون اولش من یک کمردرد گرفتم. بچه ها نکنیم الان عالی هم نکنیم یک و این وسط هم دلسا تصمیم گرفتش که یه تغییر اساسی به خودش بده. به عید ما یه دونه ویدیو میگیریم که پیک شادی کومان رو توش حل میکنیم. به نظر من که پرفکت بود، پرفکت. ولی شما دارین الان میبینین دیگه، خستتون نمیکنم. بریم سراغ ویدیو. سلام دوستان، سال نوتون مبارک. امروز اومدیم با پیک شادی کومان. پیک شادی کومان. از نزدیک یکم ببینید، خیلی جلدش باله. مثل همیشه ایمان در حال کولی دادنه. اینجا احساس میکنم بعد کولی دادن کوروش چلوس کفتری شده برای خودش و افتاده پایین. امروز اومدیم اینو با هم دیگه حل بکنیم و کلی خوش بگذرونیم. ببینیم چیا داره توش. اوه جدول دادن که ما باید حلشون کنیم. حرکت دفاعی در جانداران، کوچکترین عضو خانواده کومان. به خدا همه ویدیوهای کومان رو دیدم. ناکن بچه ها، دلسا که همه ویدیوهای کومان رو ندیده. مایکل بود؟ مایکل آره، کوچکترین عضو کومان مایکل بود. بهترین شکلات دنیا. منظور شکلات کومانه؟ یعنی شکلات خودشون یا بعد نوشته نیمی از لذت غذا. امروز خنگ شدیم بچه ها. تصویر زیر رو به دلخواه خود رنگ‌آمیزی کنید. ما با یه مشکلی روبرو هستیم. من یه دونه از اینا رو چاپ گرفتم. من داخل فتوشاپ رنگش میکنم، تو داخل این رنگش میکنی. بزن بریم. Let's go. خب من چجوری با این کار بکنم وقتی تو اینجا هستی؟ یعنی چی نداره که؟ من که پیک شادی رو ندارم، پس از قلم نوری استفاده میکنم. بزن که داری خوب میزنی. بسیار زیبا، دلانگیز، فرح بخش. دستا من خلاقیتم ته کشید. چه رنگی کنم؟ من از بیس شروع میکنیم. رنگ پوست چه رنگی میشه دلسا؟ کرم دیگه. کرمش زیادی کرمه، میدونی چیه دلسا؟ خب یه ذره کم رنگ ترش کن. دلسا تا الان رکورد نکردیم این چی؟ جدی میگم. ایجا؟ آره دوباره باید بگیم. بیا بگیم. یعنی از هم سلام دوستان. هیچ چی نگیره. نشکن بده. اوه چه تتویی کشیدی براش. بابا هست چرا دلسا قشنگ سنگ تموم گذاشته. نقاشی اینجا میذاریم. این دوتاست. الان ما کاملش کردیم مثلا. 8 اختلاف بین دو تصویر زیر رو پیدا کنید. فونت نمکی فرق میکنه. بله. فونت نمکی با هم دیگه فرق میکنه. دومی اندازه این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. خب دیگه چیاش فرق میکنه؟ دستا یه اختلاف مهم بغیر از اونی که اون آبیه این یکی قرمزه. یه اختلاف مهم پیدا کردم. اون دستگاه آرکیده رو میبینی؟ اینجاش سبزه یا آبیه نمیدونم ولی اینجا قرمزه. بله.
تاج تاج نداره ایشون. تاج نداره ایول. آقا مرتضی هم هست. دوگ نباشید بسه. دوگ نباشه دوگ نباشید دوگ. دوگ می نباشید. اینجا موزه، اینجا اونجا پرتغاله. کجا؟ اونهاش این ترکیب موز و سوسیس میشه موسیس. چند تا اختلاف شد تا الان؟ 1 2 3 4 5 6. 2 تا اختلاف دیگه. 2 تا دیگه. آره کبوتر رو داریم. مداد چه رنگیه؟ مداد یه کجا؟ مداد غول پیکر غولاسا مداد. اوه خب اینو اصلا توجه نکردیم جالب. آره این رنگش زرده، اون سبز نه آبی یا سبز. یه دونه دیگه مونده، اون یکی هم پیدا بکنین تمومه. به کتابا نگاه کن، کتابا چیزی نیست. به اون چراغ مذابی نگاه کن. آقا مرتضی هم که اونجاست. آقا مرتضی کوین آره این آقا مرتضی است. اون بالای اون خوک هم زنشه، مرضیه خانوم. بالای کوروش هم نوشته زلالده. من آدم زلالده دیم. ها نه مسخره. آقا چه پیدا نمیشه؟ پیدا کردم پیدا کجاه؟ نکردم. نکردی؟ ما همینطوری داریم میریم توی مانیتور، اینقدر پیدا نمیکنیم. نکنه ما خنگیم نمیتونیم پیدا بکنیم. قیافه ایمان رو نگاه کن، چنگال داره، چنگالش 3 تا شاخه داره. اون 3 تا خواب داره دیگه. آره نکنه 8 تا رو ما خط کشیدیم الکی دنبال یکی دیگه. بایستا ببینم. 1 2 3 4 5 6 7. نه دیگه 8 تا شد که. 8 تا بایستا. 1 2 3 4 5 6 7 8. داداش برو گم شو بابا. تو خنگی بابا. ما 8 تا رو تونستیم پیدا کنیم ولی خودمون نفهمیدیم. 3 ساعت از عمرمون رو تلف کردیم که دنبال نهمی بگردیم و نهمی وجود نداشت اصلا. مسابقه هوش و ذکاوت کوماندی. مهمون افتخاری ما کی باشه؟ مامان. من میگم مامان بابا چرا جواب میده؟ خب بچه‌ها توی این بخش از مسابقات هوش و ذکافت مامانو داریم. مامان از ما سوالات رو میپرسه، روی این جواب رو مینویسیم و به مامان نشون میدیم. هر کی هم که امتیاز بیشتری بگیره اون برنده است. مجازاتی هم نداریم برای این کار. سوال اول چیه مامان؟ ماده غذایی اصلی برای درست کردن گواکاموله چیه؟ گواکاموله؟ خودکار من نمی‌نویسم. خیلی ریز نوشتم. خب بخونش. خیلی ریز نوشتیم. دفعه بعد بزرگتر می‌نویسیم. گوجه، تخم مرغ، گوش. غلطه؟ آووکادو. درست. آووکادو. این چیزه برای مکزیکیاست. سوال بعدی. واحد پول مالزی. مالزی. خب من نمیدونم. من بگم. من هیچی ننوشتم. من بگم. خالیه. گوگولی پلوخو. گوگولی پلوخو چیه دستا؟ چی؟ رینگیت. سوال بعدی چیه؟ تنها پستانداری که میتونه پرواز کنه. تنها پستانداری که میتونه پرواز کنه. بسه داریم می‌نویسی؟ همشون تخم میذارن که اصلا پستاندار نیستن. یعنی چی؟ بگم. بگو منم اینو نمیدونم. خفاش. درسته. خفاش راست میگی. این اصلا تو علوممون بود. سوال بعد. بیشترین وسعت کشور ایران متعلق به کدام دوره بوده است؟ من نوشتم. بگم. هخامنشی. هخامنشی. درسته. بزرگترین عضو بدن. بزرگترین عضو بدن. تو باختی. امتیاز برای منه. من بگم. چی؟ روده باریک. پوسته. پوسته. کبدم باشه. نه پوسته. کدام سیاره به سیاره سرخ معروفه؟ زهره. زحل. مریخ. مریخ مگه؟ نه. پایتخت ساسانیان کدوم سه شدیم پس. پایتخت ساسانیان یعنی نزدیک یه منطقه بگیم نزدیک عراق بود. اینو میدونم. نزدیک عراق بودش.
نزدیک عراق بود دیگه. یه شهری نزدیک عراق. من اینو یادمه. تیسفون. تیسفون. خب نزدیک عراق امتیاز نمیدی؟ چرا؟ کمیابترین رنگ چشم تو دنیا. سبز. بچه ما دیگه داریم نمی‌نویسیم داریم میگیم. آره چشم سبز خیلی کمیابه. فکر کنم آبیه. نه سبز خیلی درسته. کمیابه. کدوم کشور ورزش گلف رو اختراع کرد؟ پاریس. پاریس؟ آره؟ واسه منم یه چیزی همین بگم. هستی گفتم. واسه منم یه چیزی بگم. پاریس منظور فرانسه است دیگه. اشتباه. اوکی. مهم نیست. من میگم هلند. اسکاتلند. سنجد در سفره هفت‌سین نماد چی؟ خب این یکی رو بنویسیم. عشق. خوشبختی. درسته. خوشبختی نبود من عشق و عقل. 4-4 شدیم پس. تموم مساوی. آره تموم شد؟ 4-4 مساوی شدیم بچه‌ها. حالا بازی شد. آره. بزنش. یه بار دیگه بزنش. هر جا بگیرمت با این تیر خلاصت میکنم. من دارم مسخرت میکنم، با من نباید درگیر بشی. با من شوخی نکن، من حمله ور میشم به تو. اگه با من درگیر شی اتفاق خوبی نمیفته کلا. این از این. به این بخش ما باید کوروش رو به تاجش برسونیم. پادشاه کوروش، یا خدا چه راه طویلی. اولشو من میرم. مازی هستن برای خودش. گیر کردی. باید میرفتی قبلترش. راست چپ بالا پایین. نه همین پایین. آره پایین. گیر کردی؟ دوباره گیر کردی. بده من گیر کردم. این آقا کوروشه، بیچاره رو پادشاه کوروش توپیا که از مسیر بسیار دشوار و خطرناک یه بار از اون بالا برو. باید بالا گیر کردی؟ یه بار ما اصلا از اینجا بریم. 1 2 3 4 برو کنم. 5 بالا پایین چپ راست. حالا 1 2 اینجا گیر کردیم. از این مسیرم بریم. گیر نمی کنیم. برو بالا. آقا تونستیم؟ بلی. خب تا اینجا رو رفتیم. خب حالا بده. نه نیمه بعد دیگه. وایسا من همین قسمت رو میخوام ادامه بدم. بابا تموم شده بده دیگه. بابا من نابغم، سکوت کن. خطش زدی. من نابغه ایم، نابغه ماز. بچه منو بندازن تو ماز تو 2 ثانیه در میام. تجزیه و تحلیل التجزیه. ورودیش این قسمته. چجوری به این قسمت برسیم؟ بیا دستا تو برو ببینم چیکار میکنیم. نمیشه؟ نه من داشتم درست میرفتم. تو هم همین راه رفتی. نه من این راه نه. از این راه رفتی. نه از این راه رفتی. نه رفتی. نه چرا به جای اینکه کوروش رو به تاج برسونیم، تاج رو به کوروش برسونیم. آره تاج رو به کوروش برسونیم. کوروش دیگه بالاخره پادشاه، نباید زحمت بکشه. نه برو دستم میلرزه. گیر کردی واسه میریم عقب. بچه‌ها این پیکرشادی به نظر من خیلی ایده باحالی بودش که کومان اومدن انجام دادن. سال نو رو به همگی تبریک میگیم و سال خوبی رو برای همگی آرزومندیم. بوس به همتون. خدافظ.